مات بابا مات بابا. لا خير ما كان في شيء. ماي 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 هاي ما تفضل ما تفضل. ما خدافز خدافز بقول خدافز. خدافز. العملية العبونية كما صدق که ولی همین دینه سیوی خوبه من شما خونه خدا ریختانه و به خاطر ما و که در جنت بریم و گپا از گپا بسیار زیاد شده. خب انا تو سوال داشتی؟ معلم سوالا را داده گفته این امیر پدر تا بگو جواباش بده. خیلی اول تو میکنیم که اول از اسما جان پرسان کنیم. بله. تو سوال بکن. نماز خواندن چیست؟ نماز خواندن با الله جل جلاله گپ زدن است. کسی که نماز نمیخواند چی اشتباه کرده است؟ کسی که نماز نمیخواند با او با خالق خود جنگی است باید پس آشتی شود. هوشیار کیست؟ کسی که هم به این دنیای خود کار میکنه هم به او دنیای. کی نجات مییابد؟ کسی که اعمال نیک داشته باشه و بر آخرت خود اعمال نیک چی داشته باشه؟ اعمال نیک ذخیره داشته باشه. آفرین. چراغی که قبر را روشن میکند کدام چراغ است؟ نور ایمان. نور ایمان است. فهمیدی شاید دیگه. اصلا قند آل وقتی چیز است نه وقتی مسجد است باز وقت میشه برو بچه قرآن شریف بگی برو بخیر مسجد. آفرین واقعا بسیار جوابای خوب و جوابای الحمدلله الله بسیار. ها یا ها با اسما بیا درسی برای کسب بخوان. الف ب ت س ج ه خ دال زال ر ز سین شین صاد دوات توی زوی عین غین ف قاف کاف لام میم نون واو هدی چشمه لام الفلا امزه یا بخوان تو کلا کنسه
الف ب ت س جیم ه خ دال زال ر ز سین شین صاد دوات توی زوی غین ف قاف کاف لام میم میم نون واو هی چشمه هی لام الف لام امزه یا هی دیگه یاد گرفتی نه خب با من اشته نمیکنده تخته بیا که بشی الف ب ت س چی؟ بیبی مریم؟ خب خیلی چادرتان بیبی مریم بپوش سهل نکه دیگه اوی در طرف این تو سهل کن بیشی ناله؟ آفرین ششتی بیشی چارزانو این تو سهل چارزانو این ها قرآن شریف تا بگی ما برات یاد میتم خیلی خب بک نه نه الف الف دستوان بگو ب آفرین بگو ت آفرین بگو س اوه تو خوب سه عربی با میگه س بگو آفرین بگو جیم پشو نصیبه جیم ح خ اینه خ دال ذال ر ز سین شین صاد دوات ایش دوات توی زوی اول توی میشه با زوی خب؟ نه اول زوی نمیشه اول توی میشه بعد از توی زوی خب سعی کن بگو توی نه میره بگو توی زوی عین غین ف قاف کاف لام میم نون واو اگردک ایدو چشمه هی دو چشمه یام هی دو چشمه لام الف لا لام الف لا امزه یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله چی معنی؟ دعوت کننده به سوی الله جل جلاله. دعوت کننده سوی الله جل جلاله چی معنی؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اول مردم به طرف عقیده توحید دعوت کرد. بعد از اینکه عقیده مردم خوب شد
باز بعد از مردم دعوت به طرف عبادت الله جل جلاله کرد، یعنی باید به کس دیگه عبادت نکنیم، فقط به الله جل جلاله بکنیم. باز همین قسم دعوت کرد مردم به طرف اخلاق، باید ما بسیار اخلاق خوب داشته باشیم، سخنهای خوب بگوییم، کارهای خوب بکنیم. باز که چهارمین مرحله باز مثلا که معاملات دعوت کرد به طرف معاملات، مثلا آدم که چیز را میخره، چیز را میفروشه، باید او راستگوی باشه، صداقت کار باشه. از این خاطر الله جل جلاله پیغمبر سلام گفته که داعیان الی الله، یعنی دعوت کننده به سوی الله جل جلاله، لکن باذنه، به اجازه الله جل جلاله، یعنی به اسلوب خود نه، به طریقی که الله جل جلاله باید گفته. اما قسم مردم به طرف الله دعوت کنی، امرشان به خوبیا بکنی، به کارهای خوب امرشان کنی و برشان بگی که از کارهای بد منشان کنی. این داعیان الی الله میگه که هر مسلمان باید این قسم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این حال اینجا گفت سر نصاب طلا است. خب میگه نصاب زکات طلا 20 مثقال است. چند مثقال است؟ 20 مثقال. این حال نصاب زکات طلا چند مثقال شد؟ 20. خب این حال 20 مثقال. این حال اینجا چند گپ باید تو یاد داشته باشیم. این حال نصاب چی مانه؟ اول نصاب اینه میگه که اگر یک نفر 20 مثقال زکات کم داشته باشه از 20 مثقال، باز اون سرش زکات نمیشه. پس وقتی که سر یک انسان زکات فرض میشه چه وقت چقدر طلا داشته باشی؟ 20 مثقال. 20 مثقال. این حال سر که 20 مثقال ما در کتابای شرعی نوشته است که اگر یک نفر 20 مثقال طلا داشت و سر این 20 مثقال طلا 1 سال تیر شده باشه، چقدر وقت تیر شده باشه؟ 1 سال. این حال مثلا تو پیدا کردی 20 مثقال طلا و 1 سال هم سرش تیر شد، چون 20 مثقال طلا پیدا کردی تو مالک چی شدی؟ نصاب شدی. این حال 20 مثقال طلا که 1 سال سرش تیر شد، گفته که چقدر زکات میشه؟ نیم مثقال. صحیح شد نه؟ بله. پس در 20 مثقال طلا ما چقدر زکات باید بدیم؟ نیم مثقال زکات بدیم. این حال ما و شما در عصر که زندگی میکنیم، حالا خب مثقال نیست. این حال 20 مثقال علما میگن که تقریبا 85 گرم میشه. چقدر گرم میشه؟ 85 گرم میشه. این حال یک سوال دیگه میشه هنوز جان، مثلا یک نفر تو رو میگم من 85 مثلا 20 مثقال طلا دارم، نه از نگاه شریعت میگه 21 مثقال، 22 مثقال، 23 مثقال، کلش اونمون نیم مثقال است. مجرد که 24 مثقال شد، باز میگه اینه چی میکنی؟ وقتی که 24 مثقال شد 2 قیراط، باز اونمون نیم مثقال هم میتی همراه 2 قیراط. آفرین. قیراط فهمیدی نه که قیراط چقدر؟ گفتیم که نیم مثقال 10 قیراط میشه. بله. حالا که 24 مثقال داریم، حالا 24 مثقال شد، وقتی که 4 مثقال دیگه هم زیاد شد به این شکل 2 قیراط دیگه هم چی میشن؟ سرش زیاد میکنه. اینجا 12 قیراط میشه. آفرین. پس ما اگر یک نفر 400 قیراط داشت، باز بعد از او 4 مثقال دیگه هم سرش زیاد شد، باز 400 هر مثقال ما 20 قیراط بود. این حالا 4 20 ما 80. پس در این صورت 480 قیراط که باز شد، باز ما چی میدیم؟ باز میگیم که 10 قیراط یکی میدی، 2 قیراط هم دیگه میدی. یعنی اینمی قسم باز به می ترتیب اون که گرام هر کس میتونه، چون این مسئله زکات که از بسیاری مسائل شریع اسلام که است، حکم دین یاد داشته باشه، ریاضی رو بفهمیم. میراث هم کلش در ریاضی است. از این خاطر انسان مسلمان قرآن و سنت هم یاد می داشته باشه و تکنولوژی معاصر هم. یعنی اگر استاد مثلا استاد اسلامیات ریاضی را نداشته باشه، هیچ وقت میراث تقسیم کرده نمیتونه. باید ریاضی را بفهمه و او را بفهمه. از این خاطر کسایی که میگن که اسلام مثلا با ریاضی با ساینس مخالف است، اونا چی میگن؟ اونا کلشان از اسلام خبر نداره. ما شما دیدین که قاعده چی را کار کردیم؟ نسبت کار کردیم یا نکردیم؟ نه x مساوی به چند شده؟ 4.25 4.125 یعنی اشاریه را هم کار کردیم، نسبت هم کار کردیم، ضرب هم کار کردیم، تقسیم هم کار کردیم، تا بالاخره این مسئله را پیدا کردیم. صحیح شد؟ ان شاء الله فهمیدیم. هر کس در موتر سوار میشه نه؟ دعای سوار شدن در موتر چی است؟ در موتر که سوار بودیم بخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
لمنقلبون 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 خب قاری صاحب راستی مریم جان کجاست و چی چیزایی نوی یاد گرفته؟ در او اتاق است بند برشه از خودش پرسان بکنید باشه فیصله مریم داره السلام علیکم. سلام ببینش توریست قندو آفرین نکد از جام دست بتی یاد نصیبه آها اینه بی مریم جان تتنگه قند تتنگه آفرین دیدم لاسوار کی شواز قبل جان تو عایشه هستی یا مریم؟ مریم؟ مریم جان چه دیزه کلیزه؟ ترانه وی ترانه دی ویا بسم الله الرحمن الرحیم چې زړونه زوروي مار کړی الله د زړو ملک زړونه یې آزار کړی الله د زړو ملک زړونه یې آزار کړی الله ما مؤمن لسټې ناحقه زوروي څوک ګلونه د چمن چې په ظلم رېژوي څوک ډېر زړې په خپل قهر ګرفتار کړی الله د زړو ملکه زړونه یې آزار کړی الله د زړو ملکه زړونه یې آزار کړی الله د صحابه نومونه دې زده ده ته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ بیبی عائشہ بیبی اسماء بیبی آسیہ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم استاد خوب هستین خیر است فامیلا خیرتیست جور هستین زنده باشه قیس جان چطور هستی؟ صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ قیم جان کلاگی جور بودن؟ خانه خیرتی بود؟ بخیر باشه ناصر جان پیش از آمدن شما مریم جان یک ترانگک خوان باز بعد از دو اسما جان هم آمادگی گرفته بود که یک چیز بخوانه دگال ببینیم که اسما جان چی آورده بخوان اسما جان چی آوردی برای مریم جان بسم الله الرحمن الرحیم جوانان در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم اطفال و نوجوانان را بسیار با ادب و با اخلاق تربیت نموده بود. حضرت انس رضی الله عنه 10 سال در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اخلاقش را از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد گرفته بود. اطفال جوانان و نوجوانانی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم تربیت نمود بزرگترین رهبران و دعوتگران اسلام در جهان گردیدند. معاذ و معوذ دو جوانی بودند
که به خاطر دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم از ابو جهل انتقام گرفتند. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه جوان با شخصیت بود که به خاطر که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را منحیث اولین سفیر اسلام به مدینه منوره فرستاد. اسامه بن زید رضی الله عنه جوان 18 ساله بود که به صفت رهبر قوت‌های اسلام از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مبارزه با رومیان تعیین گردید. علی رضی الله عنه در شب هجرت در بستر رسول الله صلی الله علیه و سلم خوابید. بی اسما برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار ثور غذا برد و به این شکل اطفال، جوانان و نوجوانان اصل نبوت توانستند که اسلام را به تمام جهان برسانند و بیرق توحید را در جهان بلند کنند. متاسفانه استعمار امروز جوانان ما را به خنده بازار، ستاره افغان، رقصیدن و اعمال بد تشویق می کنند که شخصیت هر کدام را ضعیف ساخته و برای قبول استعمار آماده شوند. و السلام علیکم. چی مشکل داری دختر؟ پدر این آیه چی مانا؟ تو آیت حفظ میکنی یا معنیش فکر میکنی؟ قرآن بخوانی و به معنیش فکر نکنی، از قرآن خواندن چی فایده؟ پدر سوال ما جواب نمیدی؟ جواب میگم دخترم، تو ما رو به بسیار گپای مهم متوجه میسازی. گمان بود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی. الله جل جلاله به حضرت محمد صلی الله علیه و میگه قل بگوی محمد صلی الله علیه و برای امتش که ما شما هستیم، نه هذه سبیلی، اینمی راهم است، اینمی دعوت به طرف دین، اینمی قرآن، اینمی راه اسلام. ادعو الی الله، ما مردم دعوت میکنم الی الله به طرف الله جل جلاله، یعنی من مردم به طرف کی دعوت میکنم؟ الله به طرف الله جل علی بصیرتن، و بسیار فهم، یعنی اول خودم خوب میفهمم با فهم و با دانش مردم به طرف کی دعوت میکنم؟ به طرف الله جل جلاله. انا سکو، یعنی الله جل جلاله میگه بر مردم بفهمن که ما دعوت میکنم مردم به طرف دین. انا ما خودم، یعنی خود حضرت محمد صلی و من تبعنی و کسانی که امت ما هستن، یعنی از ما رو متابعت میکنن. یعنی اینال ما تو امت محمد صلی الله علیه و هستی، ما هم امت محمد صلی الله علیه و هستم، پس ما هم باید مردم به طرف دین دعوت بکنم و تو هم باید مردم به طرف دین دعوت بکنی. یعنی دعوت به دین چی؟ که مردم به کارهای خوب دعوت بکنی و از کارهای بد مانع شوی. امر بالمعروف و نهی عن المنکر. صحیح نه؟ پدر پس هر مسلمان باید مردم برای اسلام دعوت بکنه؟ آیت شریف خمیره میگه دیگه. شما تا حال به من نگفته بودید؟ حالا گفتم دیگه.
خوندنیم یک مقاله نمیگی؟ درباره چی؟ قدس شریف. درست است چرا؟ پشت بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. قدس شریف در زمان حضرت عمر رضی الله عنه خلیفه دوم اسلام، قدس شریف توسط مسلمانان فتح گردید، اما در زمان عباسی ها قدس شریف توسط صلیبی ها اشغال گردید. سپس مجاهدین اسلام در زمان عمادالدین زنگی با صلیبی ها جهاد نمودند. پس از آن پسرش نورالدین محمود به جهاد ضد صلیبی ها ادامه داد و در چنین معرکه صلیبی ها را شکست داد. بعد از آن یوسف صلاح الدین جهادش را به ضد صلیبی ها ادامه داد و در زمان سلطان صلاح الدین ایوبی قدس شریف توسط مسلمانان فتح گردید. بعد از سقوط خلافت اسلامی در ترکیه قدس شریف به دست صهیونی ها افتاد و اکنون مسلمانان به خاطر آزادی آن مبارزه می کنند. الله جل جلاله بیت المقدس را از دست صهیونی ها آزاد نماید و پدرم را فاتح قدس شریف بگرداند تا من برایش بگویم ظاهر صلاح الدین. آفرین. پدر جان معلم صاحب کارخانگی دادم، من هرچی پالیدم نیافتم. الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. شما چی خوندید؟ بچه می دعای بیدار شدن از خواب است. هر کس مسلمان که از خواب بیدار میشه باز می دعا را میخونه که الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. بیدار شدن از خواب هم دعا داره؟ بچه بیدار شدن از خواب، رفتن به خواب، رفتن به تشناب، خارج شدن از تشناب، داخل شدن در خانه، خارج شدن از خانه، سوار شدن در موتر، رفتن به مسجد، کل اشیا تسبیحات و دعای مخصوص داره که او را باید مسلمان یاد بگیره و همیشه او را بگویه. بر من یاد میدین؟ تو اول بچیم کارخانگی سبایت خلاص کو، باز دعا را برات یاد میدم. پس شروع کنم؟ بدون وضو. اول وضو کنیم باز بعد از بچیم. من خیلی بچیم یک وضو میکنم. خب تو تا وقت کتابچه تا بیار باز کارخانه که باشید. خیلی بچه اول نماز بخوانم باز بعد از کارخانه که میگم سیست. اسما معلومتان درباره چی کارخانگی برد؟ درباره چی؟ در حدیث درباره نماز نوشته خونشته کن. حضرت برا بیری الف همزه برا رضی الله عنه میگوید
خب اینا اینجا خب معنای حدیث اگر استاد پرسان کرد حضرت برا رضی الله عنه میگه که وقتی که رکوع پیغمبر سم میکرد رکوع رو میفهمی که آدم قسم میکنه سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رکوع سجده در سبحان ربی الاعلی که میری برو سبحان ربی الاعلی که میگی در سجده یعنی رکوعش و سجدهش و نشستن میان دو سجده وقتی پیغمبر سم در بین دو سجده میشیشت یعنی وقتی که سجده می سبحان ربی الاعلی پس میشیشت و یعنی او رو باز جلسه میگه و ایستادن بعد از رکوع باز رکوع که آدم سمی الله لمن حمیده که میگه این چی بوده نزدیک به هم بود یعنی تو معلوم میشد که نمی 4 چیزش در حالت رکوع استاد شدن از رکوع سجده و بین دو سجده هر 4ش مساوی بود یعنی پیغمبر صبح نماز میخواد تو نبود که مثلا سجده بکنه باز یک دفعه که استاد شه و پس بره بشینه به مو اندازه که سجده کرده بود به مو اندازه در بین دو سجده میشیشت و با مو اندازه که در رکوع سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یا 7 مرتبه میگفت یا 9 مرتبه میگفت باز و دیگه دعا را میخوان داوود سبحان ربی العظیم پیغمبر هم دعا را میخوان باز که سمی الله لمن حمیده میگفت در اون حالت هم پیغمبر هم چی میکرد با مو اندازه که رکوع کرده بود با مو اندازه استاد میشد فهمیدی مقصد از اینه حالا مردم خودت نماز نمیخوانند کدام کار مردم امروز به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم است که نمازش باشه از ادایی انا کجا بودی؟ کجا بودی بچه؟ چرا کورس رفتی؟ چرا نواش شد سرت؟ تو بیا اینجا بیشی باز کرکت میگه یک سرت نواش شد؟ پدر یک دقیقه صبر کنید تو چی میگی؟ شما خودتان حدیث برام نگفته بودین؟ کدام حدیثه؟ تو بخوان ابو هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود قهرمان کسی نیست که هنگام کشتی گرفتن افراد زیادی را به زمین بزند بلکه قهرمان کسی است که هنگام غضب خودش را کنترل نماید حقیقتا هست چی کنم که کورس نرفتن اول پرسان کنیم که چی مشکل داشت خب چی مشکل داشتی کورس نرفتی؟ دوای نصیبه خلاص شده بود در چند دواخانه پالیدم پیداش نکردم اگه اسما نمی بود حال خوب زدن خورده بودی خب اسما گفتی دوم چی کنم؟ یه حدیث برای من نگفت روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن أبي حاتم خب میگه در حدیث امام مسلم روایت کرده از نبی کریم صلی الله علیه و سلم قال گفت اذا قاتل احدكم اخاه وقتی که یکی از شما جنگ بکنه با برادرش فلیجتنب الوجه باید اجتناب بکنه از روی یعنی دروش نزنه الحي القيوم يا
پدر در کامپیوترتان مختصر صحیح بخاری است؟ چرا بچه؟ یا خواهش کنم قبول میکنین؟ طبعا. یک حدیث برام پیدا میکنین؟ کدام حدیث گفتی پیدا کنم؟ قم فصلی کنترل اچ قم فصلی. اینی حدیث شریف است، یافتم. خب ایره بخونم برات. بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی هریره رضی الله عنه، حضرت ابی هریره رضی الله عنه میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میبینی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل المسجد، که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد داخل شد. فدخل رجل فصلى، پس داخل شد یک نفر در مسجد باز نماز خواند. فسلم علی النبی صلی الله علیه و سلم، باز امین نفر که نماز خوانده بود سر نبی کریم صلی الله علیه و سلم برش سلام داد. فرد، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم سلامش چی گفت؟ و علی گفت. وقال ارجع فصلی فانک لم تصلی، باش گفت بخی برو اثر نماز بخوان، تو نماز نخواندی. پیغمبر هم بعضی نفر گفت. فرجع، باز امین نفر چی کرد؟ رفت. فرجع یصلی، باز امین نفر رفت اثر نماز خواند، کما صلی، مثل که پیشتر نماز خواند. ثم جاء، باز اون نفر که نماز خواند باز آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و فسلم، با سلام داد علی النبی صلی الله علیه و سلم، بالای پیغمبر هم برش سلام داد. فقال ارجع فصلی فانک لم تصلی، باز رسول الله صلی الله علیه و برش گفت که برو نماز اثر بخوان، تو خود نماز نخواندی. ثلاثا، 3 مرتبه. فقال والذی بعثک بالحق، میگه این نفر گفت که قسم از به ذاتی که تو را به حق پیغمبر ساخته مبعوثت کرده، ما احسن و غیره، من دیگه از این قسم نماز کرده دیگه قسم خوبتر خوانده نمیتونم. فعلمنی، پس مرا تعلیم بده. فقال، میگه باز پیغمبر هم بهش گفت اذا قمت، وقتی که استاد شدی، الی الصلاه، به نماز، فکبر، باز الله اکبر بگو. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، باز بخوان او چیزی که از قرآن بر تو آسان است را بخوان. ثم ارکع، باز رکوع بکو. حتی تطمئن راکعا، تا که خوب در رکوع هم تو مطمئن باشی، یعنی تیز نکنی. ثم ارفع، باز استاد شو. حتی تعدل قائما، تا که خوب هم تو استاد شوی، یعنی خوب صحیح استاد شوی، تو نشه که از رکوع هم تو رو. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، باز سجده کو تا ای که خوب مطمئن سجده کرده باشی. ثم ارفع، باز سرت بلند کو. حتی تطمئن جالسا، باز خوب وقتی که شیشتی خوب صحیح بشی و تو نیک نیمه یک بشینی. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، باز خوب بین دو سجده بشی تا که خوب مطمئن شوی. و فعل ذلك فی صلاتک کلها، و امیر در کل نمازت بکن. ساعت قایق سیریز بگیریم از اینجا. پدر جان، یک سوال اجازه است؟ اگه درباره سیگرت باشه از کاکایت اجازه بگی با سوال. کاکا جان، یک سوال اجازه است؟ خب چرا میخوای در مورد سیگرت سوال کنی؟ به خاطر نهی عن المنکر. نهی عن المنکر چی است جان کاکا؟
وظیفه هر مسلمان است که در هنگام دیدن یک چیز بد و زشت که به مال و صحت و دینش ضرر میرسانه از اون ممانعت کنه. آسما جان همیشه اشتباهات مرا گرفته. امروز که خودت آمدی نوبت توست. ما فقط میخوایم حق گفته شود. وقتی که پدرم خاموش شد ما باید او را به دعوت به حق کمک کنم. خب وقتی قضیه تا سوال کو فهمیدم که روی تان دستانه یکی کردین. خب پدر علمای اسلام درباره سیگرت چی میگن؟ علمای اسلام اسرار سیگرت به چند بخش تقسیم کردن آسما جان. مثل چی؟ اول میگن که سیگرت انتحار تدریجی است. انتحاری خودکشی را میگن، یعنی کسی خود با چاقو بکشه و یا بدار آویزان کنه. تدریجیش دیگه یعنی چی؟ معنای تدریجی یعنی آهسته آهسته. آهسته آهسته یعنی چی؟ یعنی کسی سیگرت میکشه و با سیگرت کشیدن ششایش آهسته آهسته خراب میشه و بالاخره به سرطان شش یا سرطان‌های ریوی از این سیگرت کشیدن پیدا میشه. من فکر میکنم اینم یک دلیل به حرام بودنش کافی باشه. ولی دلایل دیگه هم از دخترم. چی دلیل؟ سوخت دادن پول یعنی زیاده‌روی و مصرف بیجای پول. ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم. در روز آخرت از نعمتهای الله جل جلاله پرسان میشوید. یکی از نعمتهای الله جل جلاله مال است و این مال باید به شکل مثبت مصرف شود و سیگرت کشیدن سوختاندن مال است دیگه چیست؟ این کاکایی رو بسوزانه. پدر خنده رو بس کنین و بگوین ضرر سومیش چیست؟ ضرر سوم سیگرت آلودگی محیط زیست است. وظیفه هر مسلمان است که محیط زیست حفظ بکنه و دود سیگرت محیط زیست انسان آلوده میسازه و کسانی که در این محیط زندگی میکنن و مرض مبتلا میشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید ایمان 74 شعبه دارد که بهترین آن گفتن لا اله الا الله و پایینترین آن دور کردن چیز مضر از را می باشد و حیا هم یکی از شعبه های ایمان است و فکر میکنم که حفظ محیط زیست هم یکی از شعبه های ایمان است. اگر شما فکر میکنید که مگه پاش ما را قبول میکنم من هرگز کارا نمیکنم. به ساعت که محترمه پایین میشم. خب حالی فهمیدم دیگه هرگز کارا نمیکنم. پدر جان زیاد تیز نرین، از نرسیدن که دیر رسیدن خوب است. خب اینی دنبکش اوه قلم رنگ نمیده دیگه. قلم یک رنگ بده. برو تیز بره قلم یک داری در بکست زود کن. خب بطی بسم بیا اینجا بیشه خوردم دوستو شو سایک. خب اینی دنبکش اینی سرکش خیز نه؟ موز این دلکش نشتا کنه آدم؟ اول دنبکش با سرکش دنبکش سرکش آفرین دو نچسبانه شکمه کی طرف دنبک سرکش دلکش آفرین دیگه دنبکش سرکش
عبدالله. آفرین. این حال که ما بر چند نمره بتم؟ ده بر ده. آفرین دخترک شیرین. صحیح. سلام علیکم. سلام، صبح بخیر. صبحتان خوش. من پروفسور مایک هستم، استاد اسما. پروفسور مایک، بفرمایید امر کنین. میخواستم در رابطه به دخترتان امرایتان صحبت بکنم. بفرمایید استاد، چی مشکل بود؟ مشکلی نیست، میخواستم شما را از نزدیک ببینم. من در خدمتتان هستم استاد. میشه امرای اسما امروز پیم خانیتان؟ به سر چشم. مهربانی کنین. بسیار زیاد تشکر. به امید دیدار. تشکر از شما. سلام علیکم. خب پروفسور سیم، بفرمایید. بسیار زیاد تشکر از شما. قبل از اینکه من درس شروع بکنم میخواستم که اذهان و ایده های اطفال بفهمم. من ازشون سوال کردم که شما چی میخواین در آینده چی باشین؟ یک دیدارشان گفتن که ما میخوایم انجینر باشیم، یک دیدارشان خواستن که ما میخوایم پیلوت باشیم، دکتر شویم، حتی میخواستن که هنرمند باشن، آوازخوان باشن، رقاصه باشن. و هم سال آن نوبت دختر شما رسید. من ازشان خواستم شما چی میخواین شوین؟ برای من بسیار نرم جواب دادن که من میخوایم که صحابی شوم. من نفهمیدم که صحابی چیست. ازش پرسان کردم صحابی چیست؟ گفت اینا پیروان مکتب یا پهنتون حضرت محمد هستن صلی الله علیه وسلم. برای من واقعا چیزای نو است. من میخوایم که مرا بسیار زیاد تو ذهن مرا مخشوش ساخته. میخوایم در رابطه برای من معلومات بدین که اینا کی هستن، در کجا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اول من بسیار زیاد از شما تشکر میکنم که به صفت یک استاد قدر در قسمت شاگردایتان دقیق تحقیق میکنین. واقعا اطفال نیاز دارن به ای که استادایی باشه که اونا را مشکلاتشان بفهمن و به او اساس درس خود آغاز بکنن. اصلا دختره که من اسما جان زیاد در هر موضوع زیاد دقت میکنه و من خودم من حیث یک پدر مسلمان وقتی آیت شریف خواندم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون ما مسلمان هستیم و کتاب ما قرآن شریف است و امی شخصی که بی اسما گفت ای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر است که الله جل جلاله برای هدایت انسان ها را فرستاده و کتاب هم کتاب آسمانی است. کتابی است که قبلا مثلا تورات بود، انجیل بود و آخرین کتابی که الله جل جلاله فرستاده همی خالق آسمان و زمین همی قرآن عظیم شان است. و اساس از من از یک پدر همی کتاب ما قرآن عظیم شان بر من وظیفه داده که اولادای خود از آتش دوزخ نجات بدیم که انسان مثلا به زندگی بعدی که در آخرت داره گفته که شما خودتان و اولادایتان از عذاب الله جل جلاله نگاه کنیم. به حساب من شبانه برای نیم ساعت تقسیم اوقات دارم که از قرآن عظیم شان و قصه های همون مکتبی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس کرد، شاگردایی که داشت که مثل بر شما گفتن قصه های زندگی از اینا بازی که در همون شرایط چقدر کسانی که غیر مسلمان بودن که ما را مشرک میگیم که اونا بغیر از عبادت خالق یکتا مثلا بت‌ها را پرستش میکردن، باز اینا بسیار مقاومت سختی در مقابل امی شاگردای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که اونا مسلمان شده بودن یک قسم مقاومت بسیار سخت کردن و حتی بی بی سمیه را به شهادت رساندن و یاسر شوهرش او را به شهادت رساندن
بلال حبشی یک غلام سیاپوس بود که هم مسلمان شده بود، ایره حتی در سر شکمش سنگ ماندن. خب خلاصه همین قصه های از اینا را شبانه ما برشان بگیم که اینا چی مشکلاتی را دیدن. و همین کلمه صحابی که از صحابی امو کسانی که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زندگی کردن و دعوت محمد صلی الله علیه و سلم پذیرفتن، مسلمان شدن، یا را صحابی میگن، اگه دختر زن باشه یا مرد باشه یا دختر بوده یا پسر بوده. پس چون این قصه ها را اسما جان زیاد گوش کرده و همیشه هر قصه زندگی هر کدام از این کم کم ما در بین خانه که قصه میکنیم، بی اسما تو یک علاقه خاص گرفته، میگه کاش که ما هم صحابی میشدم دیگه. چون آل مشکل است که آدم صحابی شود، به خاطر از اینکه صحابی کلمه است که به مو کسانی که در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زندگی کردن، باز مسلمان شدن، با ایمان مردن، اونا را صحابی میگن. ولی چون این در قلب شما تو یک محبت پیدا شده، بر شما گفته که ما هم میخوایم صحابی شوم. انشالله که مطلب برتان واضح شده باشه. کتابی به نام قرآن چی موضوعاتی را در خود داره؟ من میخوایم که در رابطه بی تحقیق بکنم. درست و این باید من بدانم، چون تا امروز را من همچون مطلبی را نخواندیم. اسما جان، اسما بچه چی که خو ام یک کتاب قرآن شریف که به زبان انگلیسی است، ترجمه انگلیسی که داره نه بودم الماریس هم تو گفته بیاد. بسیار زیاد تشکر استاد. تشکر. اصلا دو سه نقطه را خدمتان عرض میکنم و اویی که من لپتاپ دارم، به همراه لپتاپ هم یک همون کسی که لپتاپ ساخته، شرکتی که ساخته، یک کتلاگ فرستاده. اینال او خالقی که آسمان ها و زمین خلق کرده، مرا خلق کرده، شما را خلق کرده، او هم برای ما و شما به خاطر از اینکه ما او را بشناسیم که او کی هست، چی صفات داره و چرا ما و شما را خلق کرده، او هم اینمات مثل برای ما و شما یک چیزی فرستاده که نامش قرآن عظیم الشان است. ما کتلاگ گفته نمیتونیم، بلکه میگیم قرآن عظیم الشان. و یه کتاب است که اسما جان همیره میخوانم و هم میخوانم و ما به ایمان داریم. میره به شکل توفه بر شما میتم. شما اگر ایره مطالعه بکنین، انشاءالله تعالی تمام سوالاتی که برتان ایجاد شده حل خواهد شد. استاد آیا شما از این استفاده میکنین و یا از تکنولوژی عصر مدرن از این استفاده میکنین نمیکنین؟ برای ویزی دیگه شما از کدام کتاب استفاده میکنین؟ امی کتابی که ما استفاده میکنیم، امی کتاب خالق ما هست که زمین و آسمان خلق کرده، ما و شما را خلق کرده. اما بر ما امر کرده که ما باید درباره جهان فکر بکنیم، از تکنولوژی استفاده بکنیم، علم داشته باشیم، دانش داشته باشیم. پس این بهترین راهنمای ماست بر استفاده کردن از همه چیز. شما میبینید که من از کامپیوتر استفاده میکنم به خاطر که این کتاب ما را به علم و دانش امر کرده. خب استاد بسیار زیاد تشکر از این توفیقتان و از اینکه برای ما وقت دادین، برای ما یک اندازه معلومات دادین. میخوایم که بخوانم دقیقاً و به تمام موضوعات پی ببرم. بسیار زیاد تشکر. اگر اجازهتان باشه ما به جزتان رخصت میشم انشاءالله. و تشکر از اسما جان. ما به امرای اسما جان همیشه در خدمت شما خواهد بودیم. هر وقت خانیم و هم در خدمت شما، خودمون در خدمت شما هستم و هر سوال و مشکلی که برتان پیدا میشه هم ما در خدمتان خواهد بودیم. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. بسیار زیاد تشکر. خداحافظ. اسما جان امرای استاد تا در روزه برسن. اسما جان پدر چی شد؟ رفتم یک سوال بکنم ازت.
اگر یک کس بخواد مسلمان شود چی کار باید بکنه؟ چی باید بخونه؟ کلمه توحید باید بخونه. کلمه توحید. کلمه توحید و ما یاد میدی؟ بله. یاد بده برم. لا اله الا الله محمد رسول الله. نیست هیچ معبودی قابل عبادت و پرستش بغیر از الله جل جلاله و محمد رسول الله جل جلاله است. یک بار دیگه هم بخوان که ما هم از پیشت بخونیم. لا اله لا اله لا اله الا الله الا الله محمد محمد رسول الله. رسول الله. نیست هیچ معبودی قابل پرستش بغیر از الله جل جلاله و محمد رسول الله جل جلاله الله جل جلاله است.